اگر طی 2-3 روز گذشته اخباری در ارتباط به تعویض چمن مصنوعی فوتبال هرات یا ورزشگاه هرات به گوشتان شنیدین یا اخباری از سمت زون غرب افغانستان، خبرنگارا، نویسندگان، فعالین ورزشی در ارتباط به تعویض چمن مصنوعی ورزشگاه هرات شنیدین، اگر دیدین که هیئت خیلی ویژه‌ای به رهبری ریاست تربیت بدنی فوتبال، مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان، معاون و خیلی از افراد دیگر از کابل به سمت هرات رفتن جهت افتتاحیه تعویض چمن مصنوعی. اگر این اخبار را شنیدین حتما برای شما سوال به وجود آمده، مثل من خبرنگار که رفتم به سایت فیفا جستجو کردم و یک روز کامل تمام گزارش‌های لازم در ارتباط به برنامه‌های حمایتی فیفا، چه کشورهایی را حمایت میکنه، چقدر هزینه صرف میکنه برای کشورها، کدام کشورها، آیا تمام کشورهای دنیا شامل میشه یا کشورهای جهان سوم یا کشورهایی که زیرساخت‌های ضعیف‌تری دارن. حتما برای شما این سوال خلق شده، چرا باید به خاطر تعویض یک چمن مصنوعی یک ورزشگاه چنین برنامه کلان و چنین کبکبه و دبدبه و سرصدا بوق و کرونا به پا بکنه؟ رفقا، من واسع احمدی هستم، خبرنگار ورزشی و مسئولیت من اطلاع رسانی ورزشی برای شما دوستان و مردم خوب افغانستان است و این چینل آستان است. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم. رفقا، من در این برنامه همونطور که در مقدمه هم خدمت شما گفتم، رفتم به سمت سایت فیفا و اسناد را آماده کردم و با اسناد صحبت میکنم و با شما در اختیار شما قرار میدم که در واقع چمن مصنوعی که برای فدراسیون هرات یا میدان ورزشی، میدان فوتبالی هرات توسط مسئولین رده بالای فدراسیون فوتبال افغانستان و اداره تربیت بدنی در واقع با یک برنامه خاص افتتاح شد، یک برنامه عادی و روتین فیفا است که در تمامی کشورها، یعنی 211 کشور جهان که عضویت رسمی سازمان جهانی فوتبال یا فیفا را دارن، از این مزیت برخوردار هستند. حالا یک سری از کشورها که مسئولان و در واقع رؤسای فدراسیون هایشان، مدیرانشان در رده های پایین و بالاتر دلسوز هستن، پروپوزال می نویسن، برنامه ارائه میکنن، گزارش مالی میدن و این در واقع پروژه ها را میگیرن، پروژه های بیشتری را و فوتبال خودشان را رشد میتن. آنها استفاده بیشتری کردن. مثلا این برنامه‌ای که فعلا 5 ورزشگاه در افغانستان از مجموع 30 و چند ورزشگاه یا 30 و چند ولایتی که عضویت رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان را داره، فقط همین 5 پروژه تانستن که از این مزیت برخوردار بشن. از سال 2016 فیفا یک برنامه‌ای را تحت عنوان پروژه گل که از کابل شروع شد، هرات هم بود، خیلی از کشورهای دنیا ولی برای افغانستان صرفاً از چند ولایت همین 5 پروژه را گرفتن. این برنامه را به نام گل آغاز کردند. در ادامه این برنامه به نام فیفا فوروارد تبدیل شد و این برنامه سال 2023 در اوج خود رسید. خیلی از کشورها فرصت استفاده کردن و فیفا گفت که کشورها میتونن پیشنهادهایشان را ارائه بکنن. از 2023 تا 2026 خیلی از ورزشگاه‌ها را رسیدگی میکنیم و خیلی از کشورهایی مثل در واقع کشورهای آفریقایی که اقتصاد مالی خوبی ندارن از این فرصت به نحو احسن استفاده کردن و حتی کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آمریکای لاتین که فقر دارن یا مشکلات اقتصادی دارن از این فرصت استفاده کردن. اما باز هم میگم که این برنامه صرفاً برای کشورهای جهان سومی یا کشورهایی که فوتبالشان در مسیر رشد هست و در واقع زیرساخت‌هایشان مشکل داره، تنها برای از این مردم و برای از این بخش نیست، برای همه کشورهاست. بحث بعدی این که خب حالا این چمن مصنوعی چه نوع کیفیت داره، چند سال دوام میاره و چرا بعد از 10 سال تصمیم گرفت فیفا که این سبزه ها یا این چمن را چنج بکنه.
فیفا دو نوع کاتگوری ارائه چمن‌های مصنوعی داره، یکی به نام فیفا کوالیتی، یکی به نام فیفا پرو کوالیتی. فیفا کوالیتی همین چمن مصنوعی است که برای هرات و 4 پروژه دیگه هم، شاید کندهار و کابل و چند ولایت دیگر که خود آقای کارگر میدانه، این کوالیتی از اینا بین 8 تا 10 سال در واقع جوابگوی استفاده ورزشکارای فوتبال هست. به این معنا که اگر فوتبالیستا، اگر رؤسای فدراسیون ها 50 تا 60 ساعت از هفته خودشان را اختصاص بدن به همین ورزش، همین چمن مصنوعی که در ورزشگاه هرات هست، صرفاً 50 تا 60 ساعت بازیکن‌ها از این فرصت استفاده بکنن و ورزش بکنن، این چمن در واقع بین 8 تا 10 سال میتونه دوام بیاره. بعد از او این چمن دیگه شرایط استفاده را نداره و میره به سمت فرسایشی شدن و دیگه کارایی نداره و ممکنه که آسیب برسانه به بازیکنان. و دوباره فیفا این چمن مصنوعی را در واقع با چمن‌های نو، با همون شرایطی که خود فیفا کوالیتی داره، اونا رو چنج میکنه. حالا چرا فیفا کوالیتی؟ چون هر 3 سال توسط نیروهای فنیشان یا گروه فنی دارن، کارکنان فنی دارن، میان بازرسی میکنن، چمن رو میبینن و در صورتی که کار بته تا همون 8 سال حمایت میکنه و 10 سال بعد میتونن دوباره به فکر چمن نو بشن. حالا یک کیفیت دیگه هم هست که به نام فیفا پرو کوالیتیه. اونا رو برای کشورهایی در نظر میگیرن که خیلی فوتبال فعالیت داره، برای ورزشگاه‌هایی که بیشتر نسبت به افغانستان تمرکز دارن رو فوتبالشان و فعالیت میکنن و بازی‌های ملی بیشتر برگزار میشه، بازی‌های باشگاهی با کیفیت تری برگزار میشه. اونها رو نیروهای تکنیکی و فنی هر 1 سال میرن چک میکنن و اگر که چمن و همون استانداردهای لازم به خود حفظ کرده باشه و ادامه بده، تا 3 سال تا 4 سال دوام میاره و بعد از 3 سال 4 سال میتونن که این چمن را چنج بکنن. به هر صورت من وقتی رفتم به سراغ از این برنامه، رفتم به سراغ از این جزئیات، تقریبا از 3-4 منبع از داخل خود سایت فیفا این معلومات جمع آوری کردم که برای خیلی از هواداران فوتبال سوال خلق میشه. وقتی فدراسیون فوتبال افغانستان 31 رای از رؤسای فدراسیون ها داره، آقای کارگر هر سال تمدید میشه، بقایش و غیر قانونی ماندگار میشه، پس چرا صرفاً برای 5 ولایت میتونه خدمات چمن مصنوعی ارائه بکنه؟ اگر کاکه خودش است، اگر توانا خودش است، توانمند خودش است و این پروژه مربوط به فدراسیون فوتبال افغانستان میشه. بعد من جستجو کردم، دیدم نه، آقای کارگر اصلاً وظیفیش ایجاب نمیکنه و در حد اندازه گرفتن چنین پروژه هایی هم نیست و این پروژه هم یک امر طبیعی است و مسیر روتین خود در واقع گذشتانده، مسیر طبیعی خود گذشتانده از مجرای قانونی که حالا برای همه کشورها به یک ترتیب است. صرفا آقای کارگر اگر که کاکه بود، اگر جوان بود، اگر توانمند بود، اگر مدیر بود، میتونست که این 5 پروژه را تبدیل به 10، تبدیل به 15، تبدیل به 20، تبدیل به 30 پروژه بکنه. فدراسیون فوتبال هرات صرفاً چمن مصنوعیش تغییر کرده، دیگه تغییر به فوتبال هرات و فوتبال افغانستان نیامده. اگر رختکان‌های فدراسیون فوتبال هرات یا ورزشگاه فوتبال هرات تغییر کرده، از اون حالت زندان مانند و خشک و حالت ترنمی کسل کننده در آمده، بله باید به فال نیک بگیریم. اگر که سکوهای ورزشگاه از حالت سمنتی خشک به چوکی تبدیل شده، بگیم که بله ورزشگاه هرات دچار تغییر فوق‌العاده‌ای شده و نیاز است که ما برنامه افتتاحی کلانی هم بگیریم در خور ستایش. اگر که ورزشگاه هرات نیمکت‌های مربی‌ها تغییر کرده، اگر که نیمکت‌های تیم‌های ذخیره تغییر کرده، اگر VIP تغییر کرده، اگر دروازه‌های ورودی ورزشگاه تغییر کرده، که بله یک اتفاق بسیار خاص و ویژه است و باید یک برنامه بسیار ویژه بگیریم. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، صرفاً چمن مصنوعی تغییر کرده و این چمن مصنوعی هم از روی یک برنامه تنظیم شده فیفا هست و نیاز به این همه سر و صدا و بوق و کارنا هم اصلا نیست و میماند به آن رئیس فلان باشگاهی که آقای کارگر را در پیش روی خبرنگارها و کامراها تقدیرنامه داد. آقای ایکس، آقای وای، فوتبال افغانستان را همین آقا و کارکنانش به گند کشیده، به قراسی ها رسانده،
بارها از فوتبال هرات، از مسئولان هرات اعتراض کرده جناب آقای کارگر و شما میریم تقدیرنامه میدیم. برای من جالب نیست. من هر کار میکنم، هر چه فکر میکنم، برای من اتفاق جالب نیست که هر کسی خودشیرینی کرده و میکنه و نادیده میگیره وضعیت اسفبار فوتبال افغانستان را. خودش میدانه و مسئول وجدانش و در قبال مردم افغانستان، در قبال جوانان افغانستان، در قبال فوتبالستان افغانستان، در قبال ورزشکاران افغانستان. به هر صورت من مسئولیت خود دانستم به عنوان خبرنگار ورزشی، برم تحقیق بکنم، برم کشف بکنم جزئیاتی که پروژه تعویض چمن‌های مصنوعی از کجا میایه، از چه آدرسی میایه و دست چه کسانی دخیل است و کدام کشورها را شامل میشه و به چه ترتیبی اتفاق میفته. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودین. برنامه آستانه بود. حتما آستانه را به دوستان خود معرفی بکنین، حتما آستانه را سابسکرایب بکنین. ما برای ورزشکارا آمدیم و طبیعتاً حامی ورزشکارای افغانستان هستیم و این چینل صرفاً برای صدای ورزشکاران افغانستان است.